کال آف دیوتی جدید برای ما ایرانی‌ها قرار مهمتر از اون چیزی باشه که تا حالا فکرشو می‌کردیم. حالا چرا دقیقاً؟ چند روز پیش یه سری اطلاعات از کال آف جدید لو رفت. مثلا اینکه مایکروسافت و اکتیویژن واقعاً کمر بستن که این نسخه کال آف بهترین ورژن داخل این فرانچایز باشه. ولی حالا چرا میگم برای ما ایرانی‌ها مهمه این گیم؟ این بازی بخش خیلی زیادیش قرار داخل خلیج فارس روایت شه و مثلا اینکه بازی قرار اوپن ورلد باشه برای اولین بار داخل تاریخ کال آف و ما میتونیم فری روم کنیم. یه مپ گنده داریم که هر جا که دلمون بخواد میتونیم بریم داخل این مپ و خلیج فارس بخش مهمی از این مپه. ولی الان معلوم نیست که خلیج فارس قراره میشنی باشه که ما با کشتی از روش قرار رد شیم یا اینکه خشک شده و ما کلا پیاده داریم اونجا رد میشیم. بازی داره داخل یه آینده ای اتفاق میفته که حالت آخرالزمانی پیدا کرده و قحطی آب اومده و کلا وضعیت بگاهی دارن آدما. گجت های این بازی یه چیزی توصیف شدن بین گذشته و آینده. هم چیزی راجع به آنلاینش گفته نشده ولی احتمالاً اونم بخش مهمی از این گیم قرار باشه. و اینکه من دندونم خیلی درد میکنه. اگه ساب کنید به مریض کمک کردید و من خوشحال میشم.